اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوره سفر کاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان به دهه گودره جماعت دهاتی سونابی نوحه روشان تشریف آورده از روند برطرفسازی عاقبت‌های آفت طبیعی در این موضع شناس شد. یادآور میشویم که در نتیجه زمین جنبی مدهش سنه 7 دکبر سال 2015 در 11 دهه وادی برتنگ جمع 132 منزل استقامتی پرره خراب گردیده بودند. تنها در دهه گذشته از 71 منزل استقامتی 38 تای آن پرره و 28 تای آن قسما خراب شدند. از 16 نیروگاه برقی که جماعت دهاتی سوناب را با برق تامین میکرد 11 عددش خسارات دید. کارهای از نوسازی نیروگاه برقی پسار با توانایی 125 کیلووات از ماه دکبر سال 2015 آغاز شده. ماه ایون سال 2016 در روز تشریف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مشکلات نارسایی برق ساکنان دهه پسار با پسار و گودره برطرف کرده شد. برای پرره برطرف کردن کمبودی نیروی برق در اینجا 2 عدد زیرستگاه با اقتدار 10.04 کیلووات نصب شده 7 کیلومتر خط انتقال برق کشیده شد. شروع از لحظه های اول روی دادن آفت طبیعی با سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان در ناحیه گروه کاری تشکیل گردیده کارهای برطرف سازی آغاز گردیدند تا تشریف پرزیدنت مملکت به جماعت سوناب در اساس دستورهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای مردم از آفت ضرر دیده جهت بهداشت سطح زندگی آنها 2 عدد تکنیک راهسازی 1 تراکتور دسترس شده. ساکنان با علاقه بنگاه طبی ستانسه قبول موجهای تلویزیون‌های دولتی مواد عضوقواری مسائل ساختمانی سوزشواری اینچنین دیگر محصولات نیازی اوله تأمین کرده شد. سرور دولت با رفت ساختمان بناهای استقامتی برای ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده شناس گردیده با بریدن لنت رمزی نخست خط آب نوشاکی را که اولین مرتبه به دهه کشیده شده است به استفاده داد. قبلا ساکنان دهه آب نوشاکی را از مسافه دور می آوردند که آن هم از جهت اکولوژی تازه نبوده با اصول تحشین نمودن از آن استفاده می کردند. خط نو آب نوشاکی از مسافه نزدیک 6 کیلومتر آورده شده است و مبلغ عمومی خط آبرسانی 286,000 سومانی تشکیل داد. با پخش توگمچه رمزی پیشوای ملت در محله نوبنیاد همزمان خط نیروی برق را که نیز اولین مرتبه به دهه آورده شده است مورد بهره برداری ساکنان قرار داد. نظر به اطلاع مسئولین باشندگان دهه بنابر موجود نبودن نیروی برق از بطاری‌های آفتابی استفاده می‌کردند که آن تنها برای روشنایی کفایت می‌کرد و خلاص. سپس سرور دولت کلید یکچند منزل استقامتی ساختمانشان انجام یافته را شخصا به صاحبانشان سپارید. ساکنان این را همچون تحفه ارزنده در عرفه جشن وحدت ملی دانسته برای دستگیری و غمخوارهای روزافزونش نسبت آنها به پیشوای ملت عرض سپاس و منتداری کردند. ضمن بازدید از کارهای ساختمانی در محله‌های اهالینشین پیشوای ملت مسئولین و ساختمانچیان را با توجه بیشتر و مهنت صافدلانه هنگام دسترس نمودن مسائل ضروری و اجرای کارهای ساختمانی دعوت نمود تا اینکه منزل‌ها با شرایط محل تاب‌آور برای سال‌های طولانی به صاحبانشان خدمت رسانند. طور اطلاع داده شد حالا در محله‌های اهالینشین که 2.5 هکتار مساحت دارد طبق نقشه ساختمان 38 منزل استقامتی ادامه دارد و آنها باید تا تجلیل جشن استقلال دولتی به صاحبانشان سپاریده شوند. بعد شناسایی از کارهای برطرف سازی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با ساکنان دهه ملاقاتی خاصه انجام داد. ساکنان جماعت دهاتی سوناب در نوبت خود به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای برطرف کردن عاقبت‌های زمین لرزه و دیگر غمخواری و کمک‌های مادی اظهار سپاس نمودند.